اما بعدش این اتفاقی افتاد که شما چند سال ممنوع تصویر شدید، هم شما و هم تیمتون. چرا؟ من هیچ وقت نفهمیدم اینو. نمیشه حداقل چیزی بهتون گفتن دیگه. ببینید سال 73 که ساعت خوش به اوج خودش رسید، یهو روی بورد زدن که ممنوع کار همه. من 4 سال چون کارگردان و لیدر ماجرا بودم، بچه‌های دیگه حدود 1 سال 2 سال فکر میکنم که حتی یادم تصویر برداره و صدا برداره اون کارم ممنوع کار شده. یعنی تا این حد عوامل فنی حتی اصلا اینکه یه مجموعه آدم‌های یه برنامه ممنوع کار شدن فکر کنم در تاریخ تلویزیون ایران استثنائیه. بله حتی عوامل فرد رو ممنوع کار میکنن معمولا. و فقط تلویزیون هم نبود، ممنوع کار در تلویزیون، سینما، تئاتر. من یادم ورودم به تئاتر شهر ممنوع بود. ورودم به جام جم ممنوع بود. یعنی یه بار من رفتم وارد جام جم شدم، رفتم بچهای رادیو رو ببینم که اون موقع رفته بودن در تلویزیون، ریختن منو گرفتن و اصلا یه وضعی که کی راه داده تو رو تو سازمان. و بدترین 3-4 سال زندگیم بود. چی کار میکردین تو اون 3-4 سال؟ واقعا نمیدونم. یعنی حالا غم انگیزش نمیکنم قضیه رو، ولی به جایی رسید به لحاظ مالی که من دیگه نمیتونستم حتی نون پنیر بخرم. یعنی دیگه کسی نبود که ازش پول قرض کنم و یه موقع‌های مثلا برای 1000 تومان که یه نون بخرم، پنیر رو بچه‌م کوچیک بود اون موقع، 3 سالش بود فرهاد، و یه شبای گشنه خوابیدیم واقعا. یعنی این بچه انقدر گریه کرد و بیهوش شد و من یادم اومدم تو کوچه انقدر عربده کشیدم و گریه کردم و دازم صاحبخونمون اومد منو کشید تو، گفت آقا میکشنه چیکار میکنی؟ 4 سال همه موهامتون 4 سال سفید شد، هیچ کاری نمیتونستم بکنم و حتی چیزهای اولیه زندگی رو نمیتونستم تأمین کنم و خیلی دوران عجیبی بود. یعنی وقتی این به من گفتن میتونی از فردا بری سر کار و شروع کنی، من یک جنازه بودم که نه انرژی داره، نه انگیزه داره، نه جون داره، نه. و بعدم تصویرم آزاد نشد. باز گفتن فقط میتونی کارگردانی کنی، تصویرت نباید دیده بشه. و بعد از 1 سال دوباره تصویرم هم آزاد شد. خیلی سالهای عجیبی بود و من یادمه توی 4 سال 11 بار اساس کشی کرد. برای اینکه هر خونه که میرفتیم 2 ماه 3 ماه بعد اجاره خونه نمیتونستیم بدیم، میریختم اون بیرون. و دیگه مثلا شاید خونه 7م 8م دیگه کارتونا رو باز نمیکردیم چون میدونستیم 2 ماه دیگه باید اساس کشی کنیم. خیلی دوران عجیب. الان این همه بادیگارد دارم.